شاهراه روشان برتنگ بسته شد و در راه دوشنبه خوجند برای حرکت ماشین‌های بارکش محدودیت جاری شد. یک طبیب در تاجیکستان که ادعا داشت دوست خدا است و او را دیده است دستگیر شد. وزارت عدلیه ازبکستان پیشنهاد کرده است که نسبت پدافیل ها جزا سنگین تر شود و هیچگاه پدافیل ها مورد عفو قرار نگیرند. باز ترکش مرگبار در کابل. در یک شبانه روز گذشته در ناحیه‌های روشان و شغنان و اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان 9 مورد فرآمدنی ترمه به قید گرفته شده است. به گفته رئیس مرکز مطبوعاتی کمیته حالت‌های اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان امید یوسفی، ریزش ترمه در نواحی ورزاب و عینی نیز ثبت شده است. برای انجام دادن کارها جهت رفع ترمه و تازه کردن راه‌ها، خدمات راهداری شرکت اینوواتیو راد سولوشن و وزارت نقلیات تکنیکی مخصوص راه را جدا کرده اند. به اطلاع خبرگزاری اویستا صبح 12 ینوری سال 2023 شاهراه روشان برتنگ بسته شده. راه دوشنبه خوجند برای ماشین‌های سبکرو باز، اما برای حرکت ماشین‌های بارکش محدودیت جاری شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی جمهوری تاجیکستان بار دیگر مردم را دعوت می‌کند که از سفر به محل‌های ترمه‌فرایی خودداری نموده هوشیار و احتیاطکار باشند. یک طبیب در تاجیکستان که ادعا داشت دوست خدا است و خدا را دیده است دستگیر شد. بختیار شاهف، مدیر مرکزی طبی شاهیار، به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم شده کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را بازداشت کرده اند. در نواری که دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی رسانه‌ای کرده است، نفری که خود را بختیار شاهف معرفی می‌کند میگوید با اندیشه‌های خرافاتی مشتری جلب می‌کرد. هفته گذشته نشر یک نوار بختیار شاهف در شبکه‌های اجتماعی که میگفت به نزد خدا رفته با او صحبت کرده است سر و صدا برانگیخت. او در این نوار ادعا کرد که در اول خبرها را از حضرت خضر میگرفت، ولی حالا مستقیم با خدا تماس دارد و خدا او را دوست خودش میداند. تو خداوند معلومات را ما ای حضرت خضر میگرفتم، بعد استادم، بعد معلومات ای خداوند گرفتم کردم. سری که من دیدم همون را گپ میزنم که ما خداوند قطعی وا خوردم. که ما قطعی خداوند وا خوردم، یک بار چندین بار رفتم. بختیار شاهف سالها باز همچون محضگری ستون مهره در کشور کار میکرد و بنا به نوارهایش در یوتیوب مشتریان زیادی دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست بیارد. نظر پیوندان و وکیل مدافعش به قضیه فعلا معلوم نیست. وزارت عدلیه ازبکستان پیشنهاد کرده است که نسبت افرادی که برای آزار جنسی نسبت به نابالغان محکوم شده اند عفو پیشنهاد نشود و شرطاً آنها پیش از مهلت آزاد کرده نشوند. نسبت پدافیل ها جزا را با جزای سبکتر عوض نکنند. در این باره رپورتس.uz با استناد به لایحه قانونی داخلدار که اگنت روز 11 ینور برای محاکمه عموم گذاشته است خبر می‌دهد. طبق این سند معیار به آنهایی که برای زورآوری نسبت نابالغان، تنفروشی مجبوری، تهیه مواد عکس و ویدیو با جلب شخصانه تا 18 سال محکوم شده اند دخل خواهد داشت. در لایحه قانون همچنین ضرورت شدیدتر کردن مجازات برای مجبور کردن زن به اسقاط حمل، پهن کردن مواد اینتیمی در اینترنت با هدف شانتاژ و نقض دخل‌ناپذیری ذکر شده است. علاوه بر این، تهیه‌گران لایحه قانون پیشنهاد می‌کنند که برای آزار در جایهای جمعیتی حتی اگر آن توصیف لفظی شخصیت یا دیگر عضوهای بدن و همچنین عباره‌های فحش که خواهش شهوانی را افاده می‌کنند جوابگری مأموری جاری کرده شود. طوری که میدیا از آن قید می‌کند حامیان حقوق بشری ازبک بارها مسئله پرزور کردن جوابگری را برای جنایت‌های دارای خصوصیت شهوانی مطرح کرده اند. در حمله انتحاری دیروز 11 ینور در نزد وزارت کارهای خارجه افغانستان دست کم 21 نفر کشته و 40 کس دیگر زخمی شده اند. به اطلاع روزنامه 8 صبح داعش این حمله را به عهده گرفته است.
به اطلاع منبع، داعش در خبرنامه اش هدف از این حمله را بر هم زدن ملاقات دیپلماتان خارجی با طالبان عنوان کرده است. به گفته برخی از منابع، این ترکش هنگام رخ داده است که هیئتی از دیپلماتان چینی در وزارت کارهای خارجه افغانستان حضور داشته‌اند. نماینده طالبان چند ساعت پس از این حمله آن را کار دشمنان نظام اسلامی خواند و وعده انتقام داد. طی یک ماه گذشته این چندمین حمله داعش بر مکانهای دیپلماتی در کابل است. پیش از این گروه داعش در نزدیکی سفارتخانه‌های روسیه و پاکستان نیز ترکش انجام داده بود.